در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و بخشیده به استقبال سزاوار جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفر کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه می‌گیرند. طبق نقشه آمادگی‌ها بنیاد و از نوسازی و تعمیر و ترمیم زیاد از 450 انشاءات‌های استحصالی و اجتماعی به مبلغ عمومی نزدیک 1 میلیارد سامانی از همه سرچشمه‌ها پیش بینی شده ساختمان، تعمیر و نوسازی 124 انشاءات در سال 2020 انجام می‌یابند. در روند بنیادکاری همه قشرهای جامعه سهمگذاری می‌نمایند و باعث قناعتمندی است که در این جاده سهم صاحبکاران محلی نظررس ارزیابی می‌شود. در این ردیف با تشبث و اقدام صاحبکاران وطندوست و سخاوتپیشه اسرائیل جان و نرزالله جان المصف‌ها ساختمان بینای مکتب خصوصی بین‌المللی آریان آغاز یافته است. مورد ذکر است که مؤسسه نوی تعلیمی در زمینه توجه خاصه و غمخوری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف و سعی فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم برای نسل نورس و جوان مملکت با طرح معاصر و جوابگوی به معیارهای بین‌المللی بنیاد می‌شود. انشاءات مذکور از 4 بنا، بینای معموری، 2 بنا با 40 صنفخانه تعلیمی، اتاقهای فنی، آشخانه، حوض شناوری و دیگر انفراساختار معاصر تعلیمی عبارت خواهد بود و برای 1600 نفر خوانندگان در 2 بست پیش بینی می شود. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و به ورزش جلب نمودن نورسان و جوانان در مؤسسه تعلیمی تالار علاهیده برهوا و معاصر ورزشی نیز ساخته خواهد شد. برای در شرایط ضروری برگزار نمودن جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون عاموی و فرهنگی باشد. در آشیانه دوم مؤسسه تعلیمی بنیاد تالار برهوای جمع آمدها با 400 جای نشست پیش بینی شده است. چون در این مکتب زمانوی از دیگر منطقه‌های کشور نیز طالب علمان به تحصیل فرا گرفته خواهند شد، در اینجا برای 200 نفر خوابگاه نیز بنیاد می‌گردد. لایحه انشاءات بینای نوی تعلیمی از جانب معماران کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش شهر اسفر تهیه گردیده بودجه لایحه‌ویش 30 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. الان کارهای ساختمانی را در انشاءات مذکور شرکت وطنی جمعیت داروی مسئولیت محدود اکادمی کانتاکت اینترنشنال اسفر با صفت به طلبات معیارهای معماری جوابگوی با سرعت پیش می‌برد. به کارهای ساختمانی بیش از 60 نفر ساختمانچیان محلی جلب گردیده امروزها در آشیانه دوم بینای مؤسسه کارهای ساختمانی طبق نقشه جریان دارند. انتظار می رود که کارهای ساختمانی ماه اوگوست سال 2021 در اینجا به آخر رسانیده شده تعلیمگاه به فعالیت آغاز خواهد کرد. ساختمانچیان تصمیم دارند که از مصالح خوشصفت بناکاری استحصال کارخانه‌های وطنی استفاده نموده در مهلت معین شده انشاءات را به استفاده سپارند. ماهی ایولی همین سال ساختمان آغاز گردید. فرمایشگر المصف نرزالله جان می باشم و پودرچی JDMM کانتاکت اینترنشنال اسفر می باشد. بینای اساسی از 3 بلاک عبارت بوده، 4 آشانه و 2 طرف 3 آشانه می باشد. در تهخانه بلاک یکم آشخانه برای 250 نفر جایگیر کرده شده است. حالا ما بینای مجلسگاه برای 380 نفر و زالی ورزشی را آغاز نمودیم. در ساختمان مسئله ساختمانی بلند صفت را استفاده برده ایستادیم. از طرف کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش نظارتی ساختمانی برده میشد. ما حرکت میکنیم که مسئله پس صفت را راه ندهیم در این ساختمان. بنیاد این مکتب ادامه اقدام‌های سازندگی در ساحه معارف بوده با سعی و تشبث و مبلغ گذاری صاحبکاران و هم اهالی در حدود شهر و دهات اسفر عین زمان ساختمان 18 صنفخانه‌های علاوگی صورت می‌گیرد.